ابن عمر آمدن اهل کوفه سوال کردن که این خون مگس و پشه و اینا رو لباسمون میشینه، اینا به نمازمون به عبادتامون لطمه وارد نمیکنه؟ خون مگس پشه گاهی وقتا رو لباسمون میشینه. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما گفت نالایق‌ها، کوفی‌ها، بی‌وفاها، ادعای محبت حسین کردید، دم از دوستی حسین زدید، حسین رو به کربلا کشوندید، اونجا حسین خون حسین رو ریختید، سوال نکردید این جایزه یا ناجایز. حالا از خون پشه و مگس سوال میکنید. بمیرید با تقواتون. چه تقواییه که خون پشه مگس رو لباس اذیتتون میکنه؟ خون نوه رحمت للعالمین رو با بی‌وفایی هاتون، با غداری هاتون، با ادعاهای دروغین و محبتتون تو کربلا ریختید. که غیرت هم شما رو نگزید، عین خیالتون هم نشد. اونجا نگفتید تو روز عاشورا تقوا چیه، تقاضای دین چیه. حالا اینجا دارید از خون مگستون نماز سوال میکنید، رو لباستون چی بیفته. این تقوا دروغیه.